آموزش نرم افزار حسابداری مهر. فاکتور خرید. نحوه ثبت فاکتور خرید مرجوعی از و مرجوعی به دقیقاً مانند فاکتور فروش است. بدین ترتیب که فاکتور خریدی باز می‌کنیم. در قسمت نام مشترک نام شخصی که از او جنسی خریده ایم درج می‌کنیم که پیشتر در سیستم ما ثبت گردیده. فیلد بعد نام شخصی است که در سیستم ما ثبت نیست و نیازی نمی‌بینیم که نامش را ثبت کنیم. قسمت شماره کدی است که به صورت دستی به این فاکتور اختصاص می‌دهیم، اما می‌دانیم که سیستم نرم افزار حسابداری مهر به تمام اسناد یک کد اختصاص می‌دهد که قابل تغییر نیز نیست. تاریخ نیز تاریخ روز است که قابلیت تغییر دارد و چنانچه بخواهیم حین ثبت فاکتور شخصی تعریف کنیم از این قسمت اقدام می‌کنیم. در ادامه دقیقاً روند فاکتور فروش طی می‌شود، با این تفاوت که کلیه عملیات دریافت تبدیل به پرداخت می‌گردد. یعنی پرداخت چک، پرداخت حواله و پرداخت نقدی. بدین ترتیب اگر بخواهیم وجه فاکتور را در آینده پرداخت کنیم از گزینه به حساب، اگر وجه را به صورت نقد یعنی دقیقاً وجه نقد فیزیکی پرداخت کنیم، گزینه نقدی را انتخاب می‌کنیم. جهت رعایت فاکتورهای خرید از گزارشات، فاکتورها لیست فاکتورهای خرید اقدام می‌کنیم.